بچه‌ها، امروز میخوام یه حقیقت رو نشونتون بدم که شاید از فردا به خمیر دندونتون اعتماد نکنید. اومدیم 2 تا خمیر دندون رو بدون هیچ افزودنی، همون جوری که مردم استفاده میکنن، روی پوسته تخم مرغ تست کردیم. چرا تخم مرغ؟ چون ساختار پوستش از نظر معدنی شبیه مینای دندونه و ترکیب ساینده رو زود لو میده. بعد از 90 ثانیه مسواک زدن، اتفاقی که نباید افتاد. خمیر دندون سفید کننده شیمیایی پوسته رو به معنای واقعی کلمه سابید. انگار پوسته داشت سنباده میخورد. اما خمیر دندون طبیعی فقط رد بروس مسواک مونده بود و بافت پوسته سالم بود. این یعنی چی؟ یعنی بعضی سفید کننده ها برای نتیجه فوری از ذرات ساینده قوی استفاده میکنن، قوی تر از چیزی که فکر میکنی. و مشکلش اینه که مینای دندون مثل ناخن نیست. کم بشه بر نمیگرده. حالا انتخاب با تو هست. حاضری مینای دندونت رو قربانی سفیدی موقت کنی؟ همین الان لایک و سابسکرایب کن که کلی آزمایش خفن دیگه هم در راهه.